داشتن 100 دشمن امن‌تر از داشتن 100 دوست است. دشمنان خود را آشکار می‌کنند، دوستان نیت خود را پنهان می‌کنند. دشمن شاید تنها به تو ضربه بزند، اما دوست میتواند به تو خیانت کند و خیانت زخمی عمیق‌تر میزند، چون از کسی میآید که به او اجازه نزدیکی داده بودی. کسی که دوست زیادی دارد زیر فشار زندگی میکند. او باید مدام آرامش ببخشد و نقش بازی کند و ناامنی‌های آنان را محافظت کند. هر دوست به یک بار مسئولیت تبدیل میشود. وفاداری طلب میکند در حالی که تنها توهم آن را عرضه میدهد. ماکیاولی نوشت انسان‌ها ناسپاس هستند، دمدمی مزاج، درو، ترسو و حریص هستند. او فهمید که وفاداری فقط تا وقتی دوام دارد که منافع مشترک باشد. دشمنان تو را تیزتر می کنند، تو را مجبور به هوشیاری می کنند و ضعف‌هایت را آشکار می سازند، نه اینکه آنها را بپوشانند. دوست ممکن است وقتی به نفعش باشد پشتت را خالی کند. دشمن هرگز نمیتواند به تو خیانت کند، چون خیانت نیازمند اعتماد است. قدرت در تقابل رشد می کند، ضعف در آسایش رشد می کند. طرفی را انتخاب کن که تو را خطرناک می سازد.